مستقیما تماشا دارید. امروز 5 دکبر است و به سرخط مطالب روز توجه کنید. در دوشنبه محکمه دعوای پدر عمر بوبوجانов علیه دادستانی کل شروع شد. این جوان 23 ساله ماه سپتامبر سال 2015 بعد یک هفته بیهوشی درگذشت. نوبت به اوریون بانک رسید و یا چرا اکنون بانکمت‌های اوریون بانک به پول نقد ماندند؟ مشتریان شکایت دارند ولی مسئولان وجود مشکلات مالی را رد می‌کنند. وزارت داخلی دستور داد پترول به جای ناظران راه، اما راننده های توجیه کامراهای شهر به خطر را برای ثبت قانون شکنی در راه کفایه می‌دانند. کامرا خودش کار کرده است. همون چی نامش شرفی که نارشین میکنه خودش جوابش هم میگه که اگه جای وای نیست که. امروز در یکی از دادگاه‌های شهر دوشنبه دعوای ساکن شهر وحدت علیه دادستانی کل تاجیکستان بررسی می شود. پدر عمر بوبوجانов 23 ساله برای تفتیش بی‌نتیجه پرونده مرگ پسرش جبران ضرر معنوی را طلب دارد. قضیه هلاکت این جوان در ماه سپتامبر 2 سال پیش جنجال برانگیز شد و وزیر کارهای داخلی برای تحقیق حادثه دستور داده بود. مولا رجب یوسفی با تفصیلات بیشتر. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه با بررسی دعوای نزدیکان عمر باباجانov یک ساکن شهر وحدت شروع کرد که 2 سال پیش بعد یک هفته بازداشت درگذشته بود. پیوندان عمر باباجانov از دادستانی کل تاجیکستان برای تفتیش غیر ثمره بخش و بی‌حاصل حدود 350,000 سوم جبران ضرر معنوی طلب کردند. آنها همچنین تقاضا کردند که عاملان مرگ پسرشان بازداشت و به جوابگری کشیده شوند. عمر باباجانov دانشجو یکی از دانشگاه‌های سنت پترزبورگ روسیه که به ادعای نزدیکانش گویا از سوی ماموران پلیس برای ریش داشتن لطوکوب شده است، ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند دعوای جبران ضرر معنوی برای تفتیش غیر ثمره بخش در تجربه دادگاهی در تاجیکستان بار نخسته است. در پی مرگ عمر باباجانov در 2 سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تأسیس داد ولی بعدا درباره نتیجه های این تحقیقات گزارش نشد. در حالی که خانواده عمر باباجانov ادعا دارند که او برای ریش مورد لطکوب قرار گرفته بعدا در بیمارستان درگذشت، در صحبت های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهر وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانov شب 28 آگوست سال 2015 در حالت مستی بود و به جویبار بیتانی سرازیر شده از هوش رفت. مشتریان در تاجیکستان از کمبود پول در بانکمت‌ها شکایت دارند، اما این دفعه از بانکمت‌های اوریون بانک. این مشتریان میگویند پس از کساد شدن بعضی از بانک‌ها و خالی گشتن خزینه دیگرها برای سری وقت دسترس کردن مزد معاش صورت حساب خود را به اوریون بانک کوچانیدند، ولی حالا نمیتوانند طریق کارت‌هایشان پول خود را از آنجا به مشکل دریافت کنند. شادمانی یتیم به نزد چند بانکمت این بانک رفت تا ببیند که پول دارند یا نه. همین حالا ما در مرکز شهر دوشنبه در نزد تلویزیون سفینه قرار داریم و همین حالا از اوریون بانک از بانکمت اوریون بانک ما درخواست کردیم همگی 50 سومانی، اما بانکمت به ما نشان داد که این مقدار مبلغ را ندارد. رادیوی آزادی طی 2 روز اخیر حداقل از 3 مشتری این بانک در منطقه‌های گوناگون کشور به این مضمون شکایت دریافت کرد که در بانکمت‌های این بانک مبلغ کافی وجود ندارد. یک کارمند اداره دولتی که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت از ماه سپتامبر این جانب بانکمت‌های این بانک عموماً خالی است و آنها در دریافت پول معاش با مشکل دچار می‌شوند. مشتریان دیگری اوریون بانک در شهرهای خوجند و خاروق هم گفتند بسیار وقت بانکمت‌های این بانک پول ندارند. یک مشاهده ما نیز نشان داد که بسیاری از بانکمت‌های بانک در پایتخت پول ندارند بجز از بانکمت‌های نزد بینای اساسی و اداره فیلیال‌های بانک. اما در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه وجود مشکل مالی را در بانک رد کردند. اتابک روزیف یک مسئول بخش اطلاعات و رابطه با جامعه اوریون بانک روز 4 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بانک یگان مشکل مالیوی ندارد و شاید بنابر سبب سر زدن یگان مشکلی تکنیکی همین خیل حالت رخ داده باشد. در حالی که مسئولان میگویند بانک یگان مشکل مالی ندارد، یک نظر به گزارش اودیتی مالی آن کافی است که دیده می شود وضعیت بانک مثل 2 سال قبل نیست. بنابر گزارش
خود اوریون بانک که در سامانه رسمیش جا داده شده است، دارایی‌های این بانک تنها در سال 2016 نسبت به سال پیش نزدیک به 23 میلیون سامانی کم شده‌اند. بنابر گزارش بانک ملی، درآمد این بانک در نیم سال جاری 54% کمتر از سال گذشته بوده است. به پول ماندن بانکمات‌های بانک را هم کارشناسان یک علامت از وضع ناخوب بانک می‌دانند، چون بحران در دو بانک دیگر اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک محض با غیب زدن پول از صندوق بانکمات‌هایشان شروع شده بود. اوریون بانک یکی از 4 بانک بزرگ تجارتی توجیکستان است که در صدر آن حسن اسدالله‌زاده، دختر عروس پرزیدنت و صاحبکاران پرنفوذ کشور قرار دارد. چند پیش زرینا رحمان، دختر رئیس جمهوری توجیکستان نیز به صفت معاون رئیس در این بانک به کار پرداخت. رو می‌آوریم به موضوعهای جهانی. کارمندان خدمات امنیتی اوکراین روز 5 دکبر میخائیل ساکاشویلی پرزیدنت پیشین گرجستان را در کیف بازداشت کردند. صدها طرفدار ساکاشویلی به خاطر حمایت از او در نزد خانه‌اش جمع آمدند. زمانی که ساکاشویلی را از بینا به زور بیرون آوردند، در بین فعالان و نیروهای ویژه برخورد جریان گرفت. نیروهای امنیتی اوکراین سابق پرزیدنت گرجستان و سابق والی ولایت ادسا میخائیل ساکاشویلی را با اتهام کمک به سازمان جنایی به حبس گرفتند. روز 5 دکبر در عرفه بازداشت، ساکاشویلی از بالای بام منزل زیستش به طرفدارانش مراجعت کرد. من از اوکراینی ها درخواست دارم که از ربودن من جلوگیری کنند. من به ساکنان کیف مراجعت میکنم. به این عمل غیرقانونی راه ندهید. حکومت فساد زده پرزیدنت پوراشنکو را متوقف کنید. اوکراین با خطر مواجه است. آنها قدرت را غصب کردند. صرف نظر از مخالفت پیروانش، افراد نقاب‌پوش ساکاشویلی را از بنا خارج کردند. طرفداران ساکاشویلی سعی نمودند راه کاروان امنیتی با ساکاشویلی بازداشت شده را بگیرند، ولی موفق نشدند. بازداشت او 2 روز پس از گردهمایی بزرگ جنبش نیروی نو زیر سرپرستی ساکاشویلی به عمل آمد. در گردهمایی مسئله استعفای پرزیدنت پوراشنکو مطرح شده بود. ساکاشویلی در سال 2015 هم والی ولایت ادسا اوکراین تعیین شده بود. آخر سال 2016 هم او به استعفا رفت و ابراز داشت که به او امکان ندادند بازسازی را راه اندازی کند. برنامه را ادامه میدیم. روز دوشنبه سابق رئیس اتحادیه ژورنالیستان قزاقستان سید قاضی ماتاєв بعد 16 ماه حبس از زندان آزاد شد. او را با دزدی اموال دولت متهم می‌کردند، ولی این روزنامه‌نگار 63 ساله تا آخر جرم را اعتراف نکرد. ماتاєв بر این نظر است که مجازاتش جلوی سیاسی دارد. او ماه اکتبر سال گذشته به مدت 6 سال از آزادی محروم شد. به قول دادستانی، ماتاєв سرمایه فرمایشی دولتی را که می‌بایست در رسانه‌های دولتی مصرف شود با هدف‌های دیگر استفاده برده است. ماه اپریل امسال ماتاєв مورد عفو قرار گرفت و حکم او 2 سال و 8 ماه کاهش یافت. بعداً ماتاєв به کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد مراجعت کرد که نظام محبس‌های قزاقستان وضع ناگوار سلامتی او را نادیده می‌گیرد. در توجیکستان نیز 8 سال پیش شورای وسایط اخباری آمد تأسیس یافت که بحث‌های روزنامه‌نگاران با رسانه‌ها و قضیه علیحده ژورنالیستان را تا به مرحله دادگاهی نرسانیده حل می‌کند. در آخر هفته گذشته در جلسه سالانه شورا شهلا اکابیر و رهبری آن انتخاب شد. خورشید عطاالله رئیس اینک سابق شورا در این جلسه گفت در طول 2 سال گذشته در برابر ژورنالیستان از مقام‌های دادگاهی به آنها شکایت‌ها رسیده است. شورای وسایط عامه تاجیکستان در سال روان 16 شکایت مربوط به نقض معیارهای اخلاقی از سوی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران علیحده را بررسی کرده است. از این شورا میگویند اساساً ژورنالیستان و وسایط اخبار عامه هنگام بحث لفظی از معیارهای اخلاقی بیرون میروند و همدیگر را نه تنها در مطالب رسانه‌ها بلکه در شبکه‌های اجتماعی هم تحقیر می‌کند. چند پیش نشریه پایک درباره 2 ژورنالیست رجب میرزا و عزیزی نقیبزاد در شکل تحقیرآمیز مواد نشر نمود. ما می‌خواهیم که به چنین تحقیرها و تهدیدها راه داده نشود. با افزایش دعواهای دادگاهی بر ضد ژورنالیستان سال 2009 تحت سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا شورای وسایط عامه تأسیس یافت. شورای از آن وقت اعضای این شورا که از نمایندگان مطبوعات غیر حکومتی عبارت است
کوشش میکنند نزاعها را تا به دادگاه نرسانده حل کنند. ما با شرکت دادرسا از هر منطقه تاجیکستان 2 کنفرانس تشکیل کرده به آنها فهماندیم که با کدام راه شورا میتواند برای حل این بحث‌ها کمک کند. این دفعه موضوع محوری نشست شورا بحران مطبوعات چاپی در تاجیکستان بود که 3 سال این جانب ادامه دارد. نشریه‌های دولتی مشکلات مالی ندارند زیرا نهادها و وزارت‌های تاجیکستان اجباراً به این هفته‌نامه‌ها آبونه می‌شوند. اما بیشتر نشریه‌های خصوصی در وضع بحرانی قرار دارند و برخی از آنها بنابر کمبود مبلغ از نشر باز ماندند. روزنامه‌ها نمی‌توانند خراجاتشان را پوشانند چون که بنابر بحران مالی قیمت محصولات برای چاپ یعنی کاغذ و رنگ بالا رفته است. از سوی دیگر هفته‌نامه‌ها نمی‌توانند با رسانه‌های اینترنتی رقابت پذیر شوند زیرا خبرهای آنها تا نشر روزنامه کهنه می‌شود. برای تغییر محتوای نشریه‌ها و جالب‌تر کردن آن متخصص هم نمی‌رسد. فرار متخصصان با شروع بحران آغاز یافت. همان زمان آنها فهمیدند که دیگر مثل پیشتر نمی‌شود و کسب را ترک کردند. برخی کار خود را در رسانه‌های دولتی ادامه دادند چون به هر حال درآمدی استوار دارند. بله شاید مبلغ چندان زیاد نیست ولی آنها قناعت می‌کنند. بعضی ها کاملا کسبشان را عوض کردند یعنی از ژورنالیست که رفتند نمیخواهند در این ساحه کار کنند. بعضی حتی کشور را ترک کردند. به هر حال تحلیلگران امید می‌بندند که بحران چند سال بعد به پایان می‌رسد. حتی اگر برعکس تمایل‌های جهانی مطبوعات چاپی دوباره فعالیتش را برقرار کنند مشکل کمبود متخصصان از بین نمی‌رود زیرا در گمان است که ژورنالیستان سابقه دار به کسب خود برگردند. تا کجا نسل نو می‌خواهد به این شغل کم درآمد رو بیارد هنوز هم سوالی بی جواب است. اگر شما این شب و روز در کوچه های شهر دوشنبه نوزیران راه را نبینید حیران نشوید. من بعد پلیس راه را پترول های مخصوصی وضع میکنند. این پترول ها مثل کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در یک جای ایستاده ماشین ها را منع نمیکنند بلکه با نقلیات میگردند و در حالت مشاهده قاعده ویراکنی جدی ماشین را باز میدارند. اما طوری همکاران ما میگویند واکنش راننده های تاجیک به چنین تصمیم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان یک رنگ نبوده است. روز دوشنبه در خیابان‌های مرکزی پایتخت که از همه ناظر بیشتر در این جاده بود تنها احیانا گشت و گذار ماشین‌های ناظران را دیدن ممکن بود. برخی از راننده‌ها هم از کم شدن ناظران راه به گفته خودشان نفس تازه می‌گیرند. به گفته آنها بودن کامراهای نظارتی در شهر کافی است و آنها حرکت نقلیات را ثبت می‌کنند. که جایی که کامera است گاهی در کار نیست خواهم دادم کامera خودش کار کرده است همون چی نمی شرفیره که نارشین میکنه خودش جوابش هم میگه که اگه جایی وای نیست که همون مثلا ما نارشین میکنیم همون کامera نگاه داره که چیز نظارتی ای بولوش دیگه در رستنی 5 کیلومتر 6 جداگاهی چی در کاره در یک راه مثلا در تمام جهان که تمام جهان در همین راههای مثال پروتکل همه جا پترول نیست ماشین گایی مثال رفته است ناروشنی کارمند میکنه جریمه میکنه شه رفته است نه که اینو هر یک قدم داشتگان قدرت مان کرده است مقصدشون معلومه آمده. برخی دیگر از راننده‌ها وجود ناظران را کفیل تامین امنیت راه در جاده‌های شهر می‌دانند. آیا جهت بودنشون خوبه برای بی‌ترتیبی نوجوان‌ها بسیار سازای کردن پامخ بسیار میشود مثلا کارگرای دولتی در مثال در درون شهر بسیار بد پامخ میکنن. مسئولان وزارت کارهای داخلی میگویند پترول‌ها هم حق دارند نسبت رانندگان قاعده ویرانکن سند ترتیب دهند. کوچه و خیابان‌های شهر دوشنبه در چند سال اخیر پر از ناظران راه بود. آنها در برابر بودن دوربین‌های نظارتی شهرک بی خطر منتظم رانندگان را بازداشته حجت‌هایشان را تفتیش می‌کردند. از یک طرف زیاد بودن کارمندان بازرسی اتومبیلی در راه‌ها به خاطر تأمین امنیت ساکنان گفته شود، از طرف دیگر همچون منبع فساد همیشه سوی آنها انگشت اشاره روان بود. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی دوشنبه. این گزارش آخر در برنامه امروز بود ولی اگر خواستید خبر و گزارش های بیشتر از این را مطالعه کنید پس به سامانه ما www.azadi.org وارد شوید. نوارهای ما در آزادی ویدیو کانال مخصوص در یوتیوب گذاشته می شود. با سپاس به هر یک شما و تا ملاقات فردا خدا نگهدارتان باشد.